سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى. الحمد لله کدش یو سمینار کې و در اوایل جا دارد که از نهاد کلمات قواعد کلی و قواعد اساسی فرضیه ها و مبانی است که به خاطر در روشنی شناخت از انسان، شناخت رشد انسان که انسان چه قسم رشد میکنه، انسان چه قسم یک موجود است، اینمی قواعد و قوانین وضع میشه. به خاطر چی وضع میشه؟ به خاطر از این وضع میشه تا اینکه پروسه یادگیری و تربیت به گونه درست شود انجام شود. تکرارم اصل حق عمومی قواعد او قوانین او اصول دی چې د انسان حالت تپکتو، د انسان د عقل تپکتو، د انسان فیزیکی جوړښت تپکتو، د انسان رشد او تغیر تپکتو، د هغه د تربیه او د هغه د پرورش او د هغه د زده لپاره د لپاره چې هغه ته زده انتقال سي دغه قواعد شکلی وضع کیږي. بناء هر دین، هر مکتب، هر به اصطلاح گروه از خود اصول داره در هر بخش. دین مقدس اسلام همون قسمی که گفتیم دین همه شمول است، یعنی به تمام ابعاد زندگی انسان توجه داره. هیچ بود زندگی انسان نیست که از نظر اسلام پنهان مانده باشه و اسلام به اون نپرداخته باشه. پس یک بود در زندگی انسان بود تربیتی انسان است. اسلام به بود تربیتی از این پرداخته، اصول و قواعد را وضع کرده که باید معلمی که در جهان اسلام یا معلم مسلمانی که میخواد یک متربی، یک شاگرد یا یک کسی را تربیت کنه باید اینی اصول، اینی قواعد و اینی اساسات را زیر نظر داشته باشه و در روشنی از او تجربیات خود را یا علم خود را به او چی کنه انتقال بده. ما گفتم هر مکتب، منظور از مکتب مکتبای فکری است. حتی اگر ما شما مثلا قبلا مکتبای فکری را خواندیم، سکولاریسم و کمونیسم و دیگه این مکتبای فکری میگه یکی ما دین داریم، دین قضیهش بزرگتر از دین اسلام شد، یهودیت شد، عیسویت شد، دیگه هر دین و هر مکتب از خود در عرصه تربیت اصول داره. دانشمندای کمونیسم، دانشمندای هندویسم و دیگه میخواستم در دانشمندای مسلمان، دانشمندای عیسوی، دانشمندای دیگه ادیان هر کدامش کوشش کرده تا اصول تربیت پیروان خود را رسم کنه، تعیین کنه و از پیروان خود بخواهد که در روشنی اونم اصول پیش برند و بالاخره جوان را یا متربی را تربیت کنند. تهاب الأسد وطأتنا لأننا لغير الله كلا ما ركعنا.